اگه درست کردن کیک اسفنجی برات خیلی سخته، پس کرپ کیک رو امتحان کن که در عین سادگی خیلی خوشمزه است. تخم مرغ‌ها و شکر و وانیل رو با هم مخلوط میکنیم. شیر و آردمون رو هم اضافه میکنیم و خوب همشون میزنیم تا غلظت موادمون به این اندازه برسه. و بعد توی ظرفای کوچیک‌تر تقسیمشون میکنیم تا بتونیم هر کدومشون رو رنگ کنیم. شروع میکنیم به پختنشون که 1 دقیقه زمان میبره تا هر دو طرف پخته بشه و بعد از اون اجازه میدیم تا کامل خنک بشن. بعد شروع میکنیم به خامه کشی. همطور که تو تصویر میبینید این کیک نیاز به فیلینگ هم نداره، همطور با خامه ساده فیلینگش کنید و در نهایت با هر چیزی که دوست داشتید دیزاینش کنید و بعد از اتمام کار 3-4 ساعت توی یخچال استراحت بدید و بعد از اون میتونید نوش جان کنید. امیدوارم که درست کنید و حسابی لذتشو ببرید.